آمریکا الان بزرگترین تولید کننده نفته، صادر کننده نفته. اگر نگفتن سال 2020 جدایی نفت رو خواهد کرد آمریکا، الان شما باید جدایی بنزین بکنی، از اون جدایی آب بکنی. چرا؟ برای اینکه منابع و انرژی رو، همه چیز رو تلف کردی، ناترازی به وجود آوردی که بگی من آمریکا رو پدرشو در آوردم. خب میاد پدر رو در میاره. الان چند تا پایگاه در عراق داره؟ 14 تا فکر می‌کنم. بالغ بر 25 تا پایگاه داره فقط در عراق. دور تا دور ما رو گرفته. امریکایی که اون ینج دنیا بود و ما می‌خواستیم تو گوشش بزنیم، الان بغل دستمونه، دوچار صبر ایوبیم. چی بهش میگفتن؟ عده صادق 3. خب بزنن. الان ایران قدرتمنده، اسرائیل شکست خورده، ضعیف شده. الان وقتشه بزنیم تو گوشش. اگر نگفتن از زمین و آسمان ما خواستیم حمایت کنیم، اسرائیل و آمریکا نذاشتن. خب چرا 10 سال میذاشتن؟ چرا 10 سال باز میکردن منطقه رو براتون؟ برای اینکه هنوز چی نشده بود؟ به قول قورباغه وقتش نیست، وقتش نشده بود، حالا وقتشه. لذا پاتو زدن، بازود و حزب الله رو زدن. اسماعیل هنیه رو تو تهران روز بعد از مراسم تحلیف پزشکیان تو شمال باغ‌های سعدآباد میزندش. شما میگی این کاری نتونسته بکنه، این باخته. زیر زمین با اون بتونکاری حسن نصرالله رو میزنه، پس بگیم باخته. بعد آمد چی رو زد؟ ستون فقرات رو زد. ستون فقرات سوریه بود، آمد عراق رو کلیر کرد. الان هشت شبی کجاست؟ همین الان انصارالله داره چیکار میکنه؟ خب بزن هر روز دوتاشو. اون اصلا میخواد شما بزنید، داره الان عاقلانه رفتار میکنه. دیروز هم آوردش تو لیست سازمان‌های تروریستی. یعنی چی لیست سازمان‌های تروریستی؟ یعنی تحریک. بزن، چون میخواد گردن رو قطع کنه. اگر ایران وارد این بازی نمیشد که الان نباید این همه هزینه هسته‌ای بکنه، آخرش الان بخواد دوباره مذاکره کنه، برجامش هم آمریکا بخواد ازش بیشتر بگیره.